سلام، عبدالعلی هستم. اینجا یه سری دریچه است. تو این ویدیو میخوام بهتون انواع فرمت صوتی رو معرفی کنم. با من همراه باشید. همونجور که اگه دیده باشید تو ویدیویی که در مورد کلا ماهیت صدا و فشارسازی صحبت کرده بودم که اگه ندید حتما بهتون پیشنهاد میکنم ببینید، چون این ویدیو رو باید دیده باشید تا بدونید ویدیو چیه. یعنی مثلا یه سری پیش نیازاست. توی اون ویدیو در مورد فشارسازی صحبت کردم، در مورد درس دانشگاهی کلا فشارسازی و اینکه در اون مورد تو اون ویدیو گفتم که فشارسازی دو مدل داریم. یه دونه فشرده‌سازی لاسلس و یه فشرده‌سازی لاسی. لاسلس اون فشرده‌سازیه که از کیفیتش خیلی کم نشه یا اصلا کم نشده، و لاسی اون فشرده‌سازیه که کیفیتش خیلی کم شده. حالا طبق اون تعریف‌ها می‌خوایم در مورد انواع فرمت‌ها با هم صحبت کنیم. با من همراه باشید. اولین حالتی میخوام در موردش صحبت کنم حالت فشرده نشده است. یعنی همون راه، همون لایه باز، همون خیلی حجم دار که مثلا فرمتی مثل ویو، مثل PCM، مثلا AIFF. حالا این فرمت ها هستن که من چندشو براتون معرفی میکنم. اولین فرمتی میخوام بهتون بگم PCM یه فرمت خیلی لایه باز، خیلی با کیفیت، خیلی حجم داره که واسه معمولا موسیقی استفاده میشه. یعنی مثلا خواننده‌ای که یه آلبومی که داره تولید میشه، مثلا 10-12 تا ترکه، میان اون فایل رو که برای بین خود بچه موسیقی، مثلا کسی داره تنظیم میکنه، میده به خواننده روی ضبط کنه یا برعکس، با فرمت PCM میاد اجرا، یعنی مثلا اکسپورت میگیره و میده دست اون نفر بعدی. چرا؟ چون خیلی فرمت کیفیت داره، انقدر حجمش بالاست که مثلا بدون ادیت تقریبا 900-800 مگ ساعتی در میاد. و اینکه از اونجایی که مثلا من مخاطب نمیتونم بیام مثلا تو اینترنت دانلود بکنم، میان حالا اون کانورتور و اون مثلا کدگذاری، اون کدک کاری که انجام میشه، فرمتی که حالا جلوتر براتون معرفی میکنم اتفاق میفته. ولی پس بدونید اولین فرمت با کیفیت ترین فرمت PCM میتونه باشه. دو مدل فرمت یه داریم که یکی دیگه از بهترین کیفیت داراست که فرمت ویو، که کیفیت ویو یکی از قدیمی ترین پرکاربردترین فرمت های صوتی هستش که اصلا کمپرس نشده، کمترین کمپرس هم توش نیست و همونی که ضبط میکنیم همونی که میشنویمه و برای ویندوز ساپورت میشه. اولش بوده برای همه هستش، تقریبا دیوایس ها میشناسنش، ولی خب خیلی دیوایس ها نمیشناختنش. یعنی مثلا یه زمانی که بود تو موبایل نمیتونستین اجرا کنی، الان نمیدونم موبایل رو فکر کنم اجرا بکنه. تو موبایل اجرا نمیکرد، تو مثلا کامپیوتر کودک باید نصب میکردیم، ولی هم ویندوزایی که جدید خودش روش کودک داشت، هم موبایل آپدیت شد، ویو اجرا میکنه و بهترین فرمت واسه ادیته. و اینکه بهتون پیشنهاد میکنم اگه دارین ضبط میکنید هر چیزی، حالا چه تولید محتوایی، چه حتی مثلا یه ویدیوی مثلا کلیپی، فرمت ویو رو انتخاب بکنید که مثلا هم با ویدیو میتونه سینک باشه، به خاطر نوع فشردگی که هستش. حالا الان جاش نیست براتون صحبت کنم، شاید یه ویدیو در مورد اصلا کلا ماهیت چجوری 0 تا 100 این کارو براتون توضیح بدم. هم کیفیت خیلی بالاست، هم نرم افزار رو ساپورتش میکنم. فرمت مثلا PCM رو همه نرم افزار ادیت ساپورت نمیکنه، مثلا نرم افزار ادیت ساپورت نمیکنه. بعد دارین تو نرم افزار صوتی، بعد اونجا خروجی حالا یا ویو بگیرید یا فرمت بعدی AIFF فرمتیه که همون ویو ولی خب واسه اپله. یعنی مثلا اپل اومد این فرمت رو درست کرد که الان تقریبا ویندوز هم میخوره. اولش فقط واسه یه چیز بود، واسه فقط اپل بود، ولی ریز نرم افزار ویندوزی هم شروع کرد کار کردن، نرم افزار ادیت ساپورتش میکنه. فرمتیه که تو مدل ویو، یعنی مثلا اینجوری نیست که بگیم این بهتره یا اون، مثل فرمتی میمونه که این مال این شرکت زده اون شرکت دیگه، ولی کلا این سه تا فرمتی که الان براتون گفتم فرمت کمپرس نشده و آن کمپرسه که خیلی خیلی با کیفیته. دسته‌بندی فرمتایی که میخوام بهتون بگم، اون دسته‌بندیه که کمپرس شده است، یعنی کمپرس آدیو فایل، یعنی همون لاسی. یعنی فرضاً میگم اتلاف کیفیت داره و اینکه فرضاً من ویو یا مثلا همون PCM رو بخوام داشته باشم، میان یه سری فرمت دیگه است. اولین فرمت که میخوام بهتون بگم که رایج ترین فرمت و تقریبا قدیمی ترین فرمت، و قدیمی ترین که نمیشه گفت، بهترین فرمت کمپرس شده است، فرمت MP3 که MP3 از خانواده MP2 که همون جوری ببینید مثلا MP4 واسه ویدیو و حتی JPG واسه مثلا عکس بخوام در نظر بگیریم، فرمت MP3 که
از نظر دسته‌بندی کیفیت کوالیتی خودتون میتونید کاستوم کیفیتش رو بالا پایین کنید. اگه اون ویدیویی که در مورد فشاری سازی صحبت کرده بودم در مورد همین بیت ریت ها، در مورد مثلا میزان مثلا 44000 48000 128 بیت، این چیزایی که اگه تو ویدیو دیده باشین یادتون باشه، این از اون فرمت هاست که راحت میتونید کاستوم کنید و خیلی هم اتلاف کیفیت نداره، با اینکه حجمش خیلی کم میشه ولی باز نسبت بقیه فرمتی میخوام بگم تاپ حساب میشه و فرمت اول فرمت MP3 یه چیزی برای فشاری سازی میخوام براتون بگم تو MP3 مثلا 1 دقیقه MP3 با فرمت 128 فرمت عرفیشه 11 برابرش میشه ویو، همون تایم همون مثلا صدا میشه ویو و MP3 اینجوری میاد کمپرس میکنه. مثلا MP3 خیلی خوب مثلا برای تایم بالا رو حالا 128 بستگی به حجمتون داره 320 تاپشه، بعد 256 128 92 64 96 64 48 16 8 و دی پوینتر 8 فکر کنم نداشته باشین، 2 به توان مثلا یه عددی 2 به توان 3 4 5 همینجوری میره بالا و MP3 یکی از بهترین کیفیت‌های فشرده سازی شده است. فرمت بعدی میخوام بهتون بگم فرمت WMA که برای شرکت مایکروسافت میشه ویندوز مدیا آودیو و این فرمتیه که کیفیتش خوبه نسبتاً، حالا نه به MP3 از MP3 کم پوینتر ولی نسبتاً خوبه و فقط چون از MP3 پوینتر برای اینکه یکم کودک و فشرده سازی بیشتر، یعنی مثلا باز 1 دقیقه اون بشه مثلا 10 مگ، اون 1 دقیقهش میشه 6 مگ مثلا و مثل MP3 اینقدر کاستوم کوالیتی نداره و نرم افزار رو ساپورتش میکنن ولی خب مثلا حرفه‌ای نیست، یعنی مثلا شما یه آهنگ خوب گوش کنید وی که دسترسی ندارین احتمالاً چون پروژه رو بهتون نمیدن، ولی خب مثلا کسی WMA گوش کنه میاد MP3 رو گوش میکنه. ولی WMA فرمتیه که اگه مثلا بخواید ذخیره سازی و فضا داشته باشید 50% مثلا کمپرس میشه و به نظر من فرمت بعدی نیست واسه ذخیره سازی یه سری فایل‌ها. فرمت ACC فرمتیه که نسبت به حالا MP3 یا مثلا WMA پیشرفته تر حساب میشه و اینکه یکی از ویژگی چند کاناله بودنه، یعنی ساپورت میکنه ترک هایی که چند کانال است ACC و این شاید این ACC رو تو چیز دیده باشید، مثلا بعضی ویدیو مثلا توی پرپرتیزش میبینید صداش رو ACC ساپورت میکنه. این یکی از ویژگی این فرمتیه که چند کاناله بودن رو ساپورت میکنه. فرمت بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم فرمت OGG. فرمت OGG فرمتیه که شرکت سامسونگ ما درست کرده و نتونست خیلی مثلا چی کنه، یعنی مثلا باید تکنولوژی جدید استفاده کنه، اوپن سورسش کردن نظر فرمتی که مثلا راحت‌تر روش کار کرد ولی نتونست به جای مثلا ACC و WMA و MP3 رو بگیره و خیلی خوش رو نشون نداد دیگه، تقریبا از فرمت صوت خارج شد، بیشتر مبدل شد بین صوت و تصویر، چون توی ویدیو هم حتی فرمت هایی هست تقریبا مثل MP4 که مثلا بیاین تصویرشو بردارید و فقط صدا باشه، ولی فرمت خیلی خوبی نیست، کیفیت پایین هم نیست، کیفیت بالا نیست، خیلی کیفیت متوسطی داره. فرمت بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم فرمت RA و RM، یعنی دو تا فرمتی که مثلا یه فرمت حساب میشه. فرمتی که فرمت آنلاین حساب میشه، یعنی فرمتی که واسه موسیقی گوش دادن و مثلا پادکست گوش و هر چیز آنلاینه. فرمتی نیست که با کیفیتش خیلی معمولی، کیفیت خیلی خوبی نداره، واسه ضبط کردن که اصلا توصیه نمیشه و یه کیفیتیه که میتونید مثلا تو آنلاین و پادکست آنلاین و آهنگ آنلاین رو از اون طریق گوش کنید. یه جورایی تو مایه مثلا رادیو توری میمونه، مثلا نرساری که رادیو سایتی که رادیو مثلا با این فرمت میاد فایل آپلود میکنه، یعنی برای ما پخش میکنه. اما یه فرمت دیگه میخوام بهتون معرفی کنم تقریبا خیلی استفاده نمیشه، فرمتیه که مثلا برای زمان CD آودیو CD ها بود که مثلا خیلی میخواستن استفاده بکنن داشته باشن نمیتونستن. فرمتی که قابلیتش این بود که میتونستین فقط باید با CD گوش میکردین، یعنی اگه میخواستین مثلا تو کامپیوتر بریزین ساپورت نمیکرد. این فرمت CDDA یا همون CD دیتاست که یه فرمتیه که کیفیت بالاست و کمپرس نشده است، یعنی شما مثلا میخواستین 10 تا ترک میریختید کلی CD پر میشد. یه همچین فرمتی هستش که فرمت آن کمپرس حساب میشه، یعنی جزء